سلام به همگی. من اینو برعکسش کردم، حالا ببینم که میشه که یه جورایی همه چیزو ببینی. تابستون تموم شد، پاییز الان و فصل اینه که از میوه های پاییزی بتونیم استفاده کنیم و لذتش رو ببریم. من حالا میخوام یه اسموتی خیلی خیلی خوب درست کنم و زیادم نمیخوام حرف بزنم که میدونم که حرف بزنم زیاد میشه این چیز زمانشو. هیچی دیگه به باد میریم دوباره. خب مواد ما هویجه. من اخیراً خیلی زیاد به هویج علاقه‌مند شدم. یعنی اصلا باورتون نمیشه که این بچه اصلا که همیشه هم بوده در کنار ما و همیشه هم در خدمت ما بوده چقدر خاصیت داره. یعنی به غیر از این که مثلا چه میدونم اون موقع میگفتن که برای چشم خوبه که واقعا خوبه چون ویتامین ها داره، ولی سرشار از ویتامین C هم هست، آنتی اکسیدان هم هست و حتی برای همین ورمای داخلی بدن که میدونیم که چقدر چیز بدیه، بسیار بسیار چیز خوب و کاملیه و بیچاره اصلا هیچ سر و صدایی هم نداره وقتی که مثلا جیغ و ویغ کنه و اینا. ما حالا همشو میریزم ولی میخوام که و چیز دومی که من خیلی 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 زیاد دوست دارم و همه میدونن چغندره. چغندر یعنی اصلا همه چیز. چغندر یعنی واقعا آهن داره، آنتی اکسیدان داره، آنتی فلیمن هست، همین چیز که برای معدت پروبیوتیک هم داره. یعنی یه چیزیه که واقعا دیگه نگم براته و تو این روزای پاییزم به نظر من خیلی خوبه که از چغندر بتونیم استفاده کنیم چون چغندر واقعا خیلی میگم خاصیتش بالاست. خب ما چغندرامونم ریختیم. چیزی که من میخوام بریزم من یه ذره کمش کنم که قشنگ بکنم بدبخت. من میخوام آناناس بریزم. آناناس خیلی چیز اجباری نیست، فقط به خاطر می‌نویسم که خود آناناس هم خب میدونیم که آناناس کلاً میوه‌ایه که بسیار بسیار در موردش حرف زدن که چقدر میتونه برای معده و برای ورم و برای این چیزا خوب باشه. ببخشید من دارم عدس میپزم، تازه میخوام که یه حمص عدس هم درست کنم. اگه که خوب شد دستورشو براتون میذارم. یه دونه موز من میخوام بندازم به خاطر اینکه خود من شخصا این اسموتی رو من صبح میخورم. میخوام یه چیزی باشه که چون یه چیزی بگم به همه، این که هر چیزی که مثلا من الان یاد گرفتم و خیلی به من کمک کرده که مثلا یه کمی داره وزنم کم میشه، اینه که به خودم قول دادم که هر 4 ساعت یک بار یه چیزی بخورم. یعنی قشنگ مثلا برنامه مثلا ساعت 6 صبح که مثلا صبحانه‌مو میخورم، یعنی این ساعت 6 بعدش بعدیم ساعت 10، بعدیم ساعت 2 بعد از ظهر، بعدش هم که مثلا 6 بعد از ظهر. و خب کوچیک دیگه مثلا این منم خودش مثلا این البته این یکی از چیزایی که خیلی عجیب بود برای من که وقتی که نگاه کردم مثلا حدود 400-500 کالری هم این بچه داره، ولی خب دیگه ما میخوریمش دیگه. یه چیزی گرفتم عجیب، نمیدونم اسمش چی بود، شبیه گرفرو داره ولی به نظر میاد گرفرو چقدرم سفته. بکنم از اینایی که آره فقط قیافه داره تش یه چیز کوچولویی. اینم من میخوام بریزم این تو که حالا یه ذره ویتامین C همونم بیشتر بشه. آب میریزیم، میام خدمتتون که برای ریزالتش. ریزالت ببین چه رنگی این بچه اصلا. من میخوام به شما نشون بدم ببینم که دوربین من همیشه کثیف لامصب و نگاه کن چه رنگیه که اصلا آدم لذت میبره واقعا و پر از خاصیته. امیدوارم که
درست کنین، لذتش رو ببرین، حالش رو ببرین.